اتاق سوال میکنه چرا استاد شما در این باره گپ نمیزنید؟ من گفتم تا فرخنده کشته شد باز تو برای تلویزیون بخورید. تو خود رقاصه تربیه میکنی، تو خود سازندار میری، تو خود فیلمار میری، تو خود خنده بازار و لوده بازار داری، چینل یک بود، تو خود شبخند و لبخند داری. کدام روز آمدی برای من گفته که بیا استاد امینجا مفت بیا، پیسه هم نمیتیمد، 1.5 ساعت برات برنامه میتیم، تو 1.5 ساعت خود برای من برنامه میتیم، تا چه وقت خون ما بریزه باز تو بخیزی دفاتی های ما را خبر کنی. دفاتی های خود ما سر خود ما فاتی های بدعتی بگیری. تا بکی بمریم با سر مرده ما شما تجارت بکنیم. مرا وقت دادی که من گپ نزدم و یک جمعه از شهادت از این دختر شد. لا اله الا الله. برای بیدین، برای کمونیست، برای مرتد، برای یهودی، برای نصرانی و دشمن اسلام و هر کس وقت میتی. یک روز برای من یک زنگ نامد که استاد بیاد این باره فرخنده خدا به تلویزیون 5 دقیقه گپ بزن. که از همراهان سست عناصر دل ما میکفه. برادر عزیز، اللهم اشکو الیک یا رب العالمین. عزیز مردم افغانستان برای تو شکایت میکنه که ما چی بکنیم؟ دختر ما را میکشن، اولاد ما را شهید میکنن، زن ما حجاب ما را بیجاب میسازن، لنگی ما را در برداری میپردن، سر ریش ما خنده میکنن، سر دست ما سر قرآن حدیث ما توبت میکنن. امروز در امریکا و اروپا دشمن اسلام قرآن در میتن و بازا میگن یا رب العالمین. 20 سال از دل ما کفید. اگر میگیم شوجبگی نیست میگه وهابیست. اگر حدیث رسول الله میخوانیم که رسول الله براتان گفته او مردم به مرددار تو نان ببر، نان مرددار را نخو، میگه وهابیست. استاد دایی یا الله ما چی بکنیم؟ پیغمبر تا گفتن ساحر است، پیغمبر تا گفتن مجنون است، ما را میگن تروریست هستی، ما را میگن اکستریمیست هستی، ما را میگن تو بنیادگر هستی، ما را میگن تو وهابیستی. به کی شکایت بکنیم یا رب العالمین؟ به تو شکایت میکنیم. به گپ ما نمیمانه کو تلویزیون اسلامی که ما دو گپ بزنیم یا رب العالمین. مولوی متوکل در 40 مسجد رفت که درس تفسیر بده، در مسجد نمیمانش که درس تفسیر قرآن بده. دکتر عبدالباری متخصص دکترا در حدیث داره، دکتر صبریه که در تفسیر، عبدالقدوس راجی در تفسیر تخصص داره، حلقه حدیث جور کردن در پالی و هتل انصاف، از اونجا کشیدنشانه یک مسجد خودداره کرد. به درس تفسیر نمیمانید، به درس حدیث نمیمانید، در مسجد نمیمانید. در یک مسجد رفتم 1-2 ماه نماز جمعه میدادم، گفتن این ملا دا سیاست گپ میزنه. لا اله الا الله چی معنای الله؟ کسی که ذات شهادت میشه و قانونش تطبیق میشه. تطبیق قانون سیاست است. کلمه ما میگه که باید در سیاست گپ بزنی، میگه تو به خاطر که ملا دا سیاست گپ میزنی باید در مسجد نباشی. من 20 سال کشور کابل هستم، در مسجد امامت کردن نمیتونم. چرا؟ به خاطر میگه تو باید تعویضگر تایید کنی، تو باید جادوگر تایید کنی، تو باید سر مردم خاک قبرها را بخورانی، تو باید مردم بگویی به قبر سجده کن. اونو وقت باز تو را ما تایید میکنیم. خیلی چی کنیم دیگه؟ درس هم خواندیم، والله بلا شب روز ما در خواندن اسلام است. یا الله تو شاهد هستی که ما 24 ساعت از قرآن از سنت از این را میخوانیم. خیلی دیگه چی بکنیم؟
هم میکشن ما را، هم چهار دختر ما را با حجاب به حجاب میسازن، هم ما را از بالا پایین میبردن، هم پس خود ما را متهم میکنن و سر ما تومت میکنن و هم ما را بگت زدن نمیمانن. که ما بگم مانده که ما گرد نزدیم.